درود بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نوید بامدادی رادیوی آزادی است که از شهر پراگ تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم، همراه شما. امروز پنجشنبه 7 مارس است. اول از وضع باد و هوا در تاجیکستان میگوییم. هوای شهر دوشنبه نیمه ابری 14 درجه گرمی دارد. دوام روز باریدن باران پیش بینی می شود. در شهر خوجند مرکزی ولایت سوغ نیز هوا نیمه ابری ولی 13 درجه گرم است. حرارت هوای ولایت ختلان اندک گرم 16 درجه است. اما در شهر خاروق مرکزی ولایت مختار بدخشان حرارت سرد هوا باقی میماند و 8 درجه زیر صفر است. و شروع میکنیم از خبرهای تاجیکستان. شرکت سهامی برق تاجیک رسما تصدیق کرد که در کشور برق خاموش کرده می شود. چند روز به این طرف ساکنان پایتخت و مناطق شکایت می کنند که ساعتهای دراز انتقال برق به منزلهای آنها قطع کرده می شود. شهروندان از آن ترس دارند که لیمیت برق دوباره شروع شده است. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 7 مارس در صحبت با رادیو آزادی قطع انتقال برق به منزل ساکنان را تصدیق کرد. به گفته جناب یادگاری این کار به خاطر تعمیر تجهیزات انتقال برق صورت میگیرد که در فصل زمستان فرسوده شده است. قطع انتقال برق اینچنین به خاطر آمادگی به موسم آبیاری و آمادگی به جشن نوروز است، چون مردم در روزهای جشن باید پورا با برق تامین باشند. گفت یادگاری. قطع انتقال برق با نوبت در پایتخت و مناطق صورت میگیرد و ساکنان قبلا آگاه کرده می شوند. در شرکت برق تاجیک گفتند حالا معلوم نیست که قطع برق به منزل ساکنان کی پایان می یابد. ضمناً ساکنان از مناطق کشور از آغاز هفته روان شکایت دارند که ساعتهای دراز از برق محرومند. به گفته ساکنان این محدودیت انتقال نیروی برق شبانه و بعضاً روزانه نیز صورت میگیرد. رو میاریم به خبر دیگر. بیننده ارجمند، پیش بینی می شود که امروز 7 مارس فعال مخالفین تاجیک شرافالدین گدایف درباره ظهور مرموزش در تاجیکستان و سپس بازگشتش به اروپا به طور مفصل به خبرنگاران تفصیلات دهد. رادیوی آزادی هم کوشش میکند از این نشست خبری گدایف گزارش بدهد. در صحبت‌هایی که گدایف بعدی بازگشتش به اروپا نشر نموده است، او میگوید که او را غیر قانونی و بدون خواهش خودش در روسیه را بوده توسط هواپیما به تاجیکستان انتقال دادند. گدایف که یکی از رهبران پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف مخالفین حکومتی تاجیکستان مستقر در اروپا می باشد، گفته است که اگر تلاش‌های ژورنالیستان، حامیان حقوق و حکومت‌های کشورهای غربی نمی بود، او احتمال هنوز هم در زندان بود. گدایف در سال 2012 به اروپا فرار نموده ماه فوریه غیر منتظره در دوشنبه پیدا شد. کارمند سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ استیو سوردلوف در صحبت با رادیو آزادی گفت او را پلیس روسیه بازداشت نموده به مقامداران تاجیک تسلیم کرد، سپس او را توسط هواپیما به دوشنبه انتقال دادند. در صحبت با خبرگزاری اخبار.com گدایف گفته است که مقامات امنیتی به او 3 انتخاب دادند، یکی او را میکشند، دیگری برای 25 سال زندانی میکنند و انتخاب سوم همکاری با حکومت است. به قول گدایف برای نجات خود او با حکومت همکاری کرد. روز چهارشنبه در صحبت با وبسایت Eurazia.net نیز گدایف گفت که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با او واخورده چند دفعه تاکید کرده است که گروه 24 باید از سر نو در تاجیکستان فعال گردد. گدایف افزوده است من میبایست رهبری گروه 24 را به دست میگرفته منظره را ایجاد میکردم که مخالفین تاجیک در داخل تاجیکستان حضور دارند. مقامات تاجیکستان ادعا دارند که گدایف 33 ساله داوطلبانه در تاریخ 15 فوریه به تاجیکستان بازگشت. آنها نوار را نیز پخش کردند که در آن گدایف مخالفین را تنقید نموده با آنها مشورت میدهد که با پیروی از او به تاجیکستان برگردند. 2 مارس گدایف تاجیکستان را ترک نموده حالا در اروپا می باشد. دوستان ارجمند، همکاران ما امروز برای شرکت در نشست مطبوعاتی گدایف به شهر امستردام هلند سفر کردند و منتظر باشید در دوام روز ما در این باره تفصیلاتی بیشتر برایتان خواهیم داد. وکیلان مجلس نمایندگان در تاجیکستان میگویند مسئولان خدمات ضد انحصاری را به پارلمان دعوت کرده از آنها سبب بالا بردن نرخ اینترنت را میپرسند. وکیلان از قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در مورد به مراتب بالا بردن نرخ اینترنت و صحبت‌های تلفنی سر از 27 مارس سال روان تنها پس از نشر این خبر در رسانه‌ها آگاه شدند.
نرخ اینترنت در تاجیکستان خیلی گران است و ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چندین وبسایت خبری و شبکه‌های اجتماعی شکایت دارند. فرمان نوی خدمات ضد انحصاری روز 4 مارس صادر شده در آخر ماه جاری به حالت اجرا می‌دارد. عبدالحلیم غفاروف وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت کمیته انرژی و کمیونیکاسیون پارلمان باید مسئولان خدمات را دعوت نموده سبب‌های افزایش نرخ را بررسی کند. خدمات ضد انحصاری نرخ اینترنت و گفتگوهای تلفنی را زیاد کرده است و باید با دلیل و عامل‌های سالم ثابت کند که برای چی چنین اقدام می‌کند، وگرنه این به زندگی و به کیسه مردم تاثیر کرده باعث نارضایتی آنها می‌شود، گفت این وکیل پارلمان. صدرالدین شریفوف رئیس کمیته انرژی و کمیونیکاسیون مجلس نمایندگان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت پارلمان چنین وکالت را دارد که در صورت پیش آمدن مسئله از جانب کدام یک نهاد یا وزارت و خدمات مسئولان آن را دعوت نموده تفصیلات آن را جویا شود. دادستانی حربی در ولایت سوخت سعید جان بایزاده سردار آژانسی تامینات اموال مخصوص در این ولایت را بازداشت کرده است. بایزاده ماه فوریه با اتهام از خود کردن مبلغ‌های بودجه که برای غذای سربازان جدا شده بود متهم می شود. حداقل 2 منبع مستقل در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 6 مارس به رادیو آزادی بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانسی تامینات اموال مخصوص در ولایت سوخت را تصدیق کردند. از جمله یک منبع در آژانسی تامینات اموال مخصوص با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت سعید جان بایزاده از سوی دادستانی حربی دستگیر شده است. به قول منبع بازداشت سعید جان بایزاده در پی یک تفتیش در آژانسی تامینات اموال مخصوص در ولایت سوخت صورت گرفته است. تفتیشات کمبودی‌های جدی از جمله از خود کردن مبلغ‌های بودجتی را آشکار کرده است. آژانسی تامینات اموال مخصوص به تامین ارتش تاجیکستان با خوراک و سر و لباس مشغول است. بیننده ارجمند، نوید بامدادی رادیو آزادی است و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. اگر شما هم خبر و یا ویدیوی دارید پس به ما بفرستید، ما تحقیق میکنیم و خبر درست را به شما میرسانیم. تلفن های ما برای تماس پلوس 420 724 053 959 پلوس 420 724 056 681 است. با ما توسط ایما، واتساپ و یا وایبر و تلگرام هر طریقی که خواستید نویسید و یا ویدیو ارسال کنید. حالا بیننده ارجمند رو می‌رویم به خبرها از خارج تاجیکستان. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید صرف نظر از مخالفت واشنگتن کشورش تصمیم دارد از روسیه پایگاه ضد موشکی S-400 را به دست آورد و بعداً احتمال در فکر خریدن نظام ضد موشکی S-500 روسیه نیز شود. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا روز 5 مارس به ترکیه هشدار داد که اگر ترکیه از روسیه پایگاه S-400 را بخرد احتمال واشنگتن مسئله فروش هواپیماهای F-35 آمریکایی به ترکیه را بازنگری کند. به قول ایالات متحده آمریکا نظام ضد موشکی استحصال روسیه با معیارهای پیمان ناتو مناسب نیست. واشنگتن به ترکیه پیشنهاد کرده است که پایگاه‌های ضد موشکی استحصال ایالات متحده آمریکا را با نام پاتریوت بخرد. رسانه‌های روسیه نوشتند که ترکیه می‌خواهد 4 پایگاه S-400 روسیه را با مبلغ 2.5 میلیارد دلار به دست آورد. سابقه‌داران جنگ برای استقلالیت الجزایر از پرزیدنت عبدالعزیز بوتفلیقه طلب کردند که نامزدیش را از انتخابات زودرس که 5مین دور ریاستش خواهد بود باز پس بگیرد. در این باره خبرگزاری ریترز روز 6 مارس با تکیه به سازمان ملی مجاهدین خبر داد. سازمان در اظهاراتش از تمامی قشرهای جامعه الجزایر دعوت کرد که با طلب لغو نامزدی پرزیدنت در انتخابات ماه اپریل به میدان برآیند. با گفته خبرگزاری موقع سابقه‌داران از اختلاف جدی در الیته حکمرانی الجزایر گواهی می‌دهد. روز گذشته دانشجویان در شهرهای کنستانتینا، انابه و بلیده الجزایر دست به تظاهرات زدند. موج اعتراضهای عمومی در زمینه ناراضگی مردم در الجزایر روز 22 فوریه سر زد. 10,000 نفر در آن اشتراک کردند. چون این تجمع از زمانی به اصطلاح بهار عرب مشاهده نشده بود. اوج اعتراضها به زمان موافق آمد که پرزیدنت بوتفلیقه نامزدیش را برای دور 5 پرزیدنتی پیشنهاد کرد. پرزیدنت بوتفلیقه فعلا در شویتزاریا قرار دارد و به گفته نمایندگانش از تشخیص معمولی می‌گذرد.
حزب‌های مخالفین روز دوشنبه با استفاده از بند قانونی اساسی این کشور طلب کردند که در حال اجرا نشدن وظیفه‌های خدمتی پرزیدنت بنابر وضع سلامتیش مقام او خالی حساب می شود. مخالفین با تأخیر در برگزاری انتخابات، تأسیس حکومت نو و اعلان انتخابات بعد نیم سال دعوت کردند تا در این مدت توانند طرح نوی قانونی اساسی را تهیه کنند. بوتفلیقه از سال 1999 پرزیدنت الجزایر است. در نتیجه سوختار در یک کارخانه استحصال شیشه در روسیه یک مهاجر کاری تاجیک و یک شهروند ازبکستان آسیب دیدند. خبرگزاری تاس روسیه میگوید آتش سوزی در قلمرو کارخانه روسجم در ولایت گوروخویتس در ولایت ولادیمیر به وقوع پیوسته است. در مجموع 7 نفر جراحت برداشتند. درباره وضع صحتی آسیب دیدگان چیزی نگفتند. به گفته مقامات ظاهرا آتش گرفتن محصولات برای رنگ و بار شیشه سبب سوختار در کارخانه شده است. پارلمان تاجیکستان روز 6 مارس سازشنامه همکاری نظامی میان تاجیکستان و ازبکستان را به تصویب رساند که ماه اوگوست پارسال در شهر تاشکند امضا شده است. سازشنامه در برابر تأمین سلاح و مهمات جنگی با همدیگر اینچنین تولید سلاح را نیز در نظر میگیرد. امام علی صابرزاده معاون اولی وزیر مدافع تاجیکستان روز چهارشنبه در جلسه مجلس نمایندگان سازشنامه همکاری‌های حربی تکنیکی تاجیکستان و ازبکستان را معرفی کرد. این سند را او مهم خواند. وی گفت که یکی از بخش‌های این سند راه‌اندازی تولیدات و بازسازی مشترک مهمات نظامی در تاجیکستان می باشد. امام علی صابرزاده افزود این سازشنامه همچنین زمینه حقوقی برای تعمیر و از نوسازی و تکمیل و تولید مشترک تکنیک حربی را فراهم می کند. این نخستین سازشنامه همکاری‌های تاجیکستان و ازبکستان در بخش نظامی است که بعد برقرار شدن رابطه‌های دو کشور امضا شده است. برقراری مناسبت‌های دو کشور بعد ریاست جمهوری 25 ساله اسلام کریموف و به مقام رسیدن شوکت میرزیویف در ازبکستان امکان پذیر شد. برخی کارشناسان مسائل نظامی میگویند در صورت به کار انداخته شدن کارخانه‌های مشترک استحصال سلاح و یا مهمات جنگی ظرفیت نظامی این کشورها بالا می رود، ولی فعلا این کشورها بیشتر با سلاح و مهمات روسیه تامین می شوند. ژنرال مصطفی نورعلی شاه نظرف که در گذشته رهبری نیروهای مرزبانی را بر عهده داشت گفت البته برای تولید حتی یک عدد BTR یا زره‌پوش ظرفیت بزرگ ضرور است و تاجیکستان به تنهایی نمیتواند آن را استحصال کند، اما ظرفیت اقتصادی ازبکستان اندک نیست. از تولید مشترکی آن هم تاجیکستان و هم ازبکستان فایده خواهند دید، گفت ژنرال. بیننده ارجمند در این فرصتی برنامه با درخواست شما قربی اسعار را منظور شما میکنیم. بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی در قرب سامانی در برابر دیگر اسعار خارجی عین زمان $1 9 سومانی و 43 درم و 1 یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 67 درم است. قرب یورو نظر به یک روز پیش اندکی پایین آمده است، ولی قرب روبل تغییر نیافته است. اگر پول روسی کار دارید پس 1000 روبل روسی حداقل 143 سومانی ارزش دارد. بیننده ارجمند اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. تا برنامه‌های بعدی خداحافظ.